اصفهان، پایتخت فرهنگ و هنر اسلامی. اصفهان، مهد صنعت ایران زمین. خوشتر آن باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران. بار دیگر در گروه صنعتی پارس زندرود پلاست رقم خورد. به مناسبت 25 آبان، روز نکوداشت اصفهان، حضور پرمهر جناب آقای دکتر مالکی، ریاست اداره کل استاندارد اصفهان و هیئت همراه، مهر تأییدی است بر اصالت و کیفیت محصولات این برند خوشنام. این بازدید سرآغازی است بر افق‌های تازه و تحولی بزرگ. بریم. بسم الله الرحمن الرحیم. امروز خدمت جناب آقای دکتر مالکی، ریاست محترم سازمان استاندارد اصفهان هستیم. امروز ما بسیار خرسند شدیم که خدمت چنین عزیزان هستیم به همراهی تیمشون و خدا را شاکرم که از دولت مردای ما اینقدر حواسشون به زیر مجموعه‌های پایین دست خودشون هست که سرکشی میکنن و این قوت قلبیه برای واحدایی که دارن تولید میکنن. حالا بعضی دوستان اسم استاندارد میاد بدنشون شروع که لرزیدن، ولی ما باعث افتخارمونه که قابل دونستن و تشریف آوردن بازدیدی داشته باشن و انشالله که خدا قوتی به ما میگن که ما ادامه مسیر بتونیم با سرعت بالاتر و دلگرمی بیشتری در خدمت صنعت ایران و ایران زمین باشیم. آقای دکتر خیلی خوش اومدین. امیدوارم که طالبتون سخت نگذشته باشه و اگر نقطه نظری هست در این بازدید ما در خدمتتون هستیم. صحبتی از ما میشنویم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. به هر حال وظیفه داریم که تولید کننده‌ای که تولید با کیفیت داره رو حمایتش بکنیم و هر از گاهی هم به هر حال اگر فرصت باشه و زمان اجازه بده در محل حاضر بشیم، بازدید میدانی داشته باشیم. اگر که یه وقت موارد و مسائل و مشکلاتی دارن با در موردش بحث کنیم، تبادل نظر بکنیم، اون چه که از دستمون برمیاد براشون انجام بدیم تا انشالله بتونن به روند تولیدشون به خصوص تولیدی که با کیفیت باشه ادامه بدن. و امروز هم که خوشحالیم در خدمت یکی از واحدهای تولیدی بودیم که به هر حال جزو تولید کننده هایی هستن که ما به عنوان تولید کننده خوب میشناسیمشون و براشون آرزوی توفیق و سلامتی داریم. لطف کردین تشریف آوردین. بازم ما به شما خدا قوت میگیم و انشالله که در مسیر تکاملی که هست و انشالله روز به روز باعث سربلندی مملکت و وطنمون باشه انشالله. بازم ما به شما خدا قوت میگیم. خسته نباشید. ما همیشه میگم که ما مدیر اداره استاندارد هستیم، ولی من اینجا دارم میگم شما مدیر این کارخونه های ما هستیم. نه بحث این باشه که بخوایم مثلا جوابدهی باشه، بلکه اینکه شما را در کنار خودمون میبینیم همیشه و سعی میکنیم اداراتی مثل سازمان‌های شما را همواره در برابر مشکلاتی که عدیده‌ای که هست در مسیر تولید به اصطلاح شما را در کنار خودمون داشته باشیم تا انشالله بتونیم روز به روز پرچم مملکتمون را برافراشته‌تر نگریم. خیلی ممنون که تشریف آوردین، توی مسابقه شرکت کردین. کمال تشکر. قربان شما. زنده باشید. روز شما بخیر. خدا نگهدار. The legends come true.